این فصل گل هست دوستا. بیشتر دوستای ما دوست داره که گل خریداری بکنن. گلایی است که برام روزمری میگن که بیش از 100 فواید خاص داره. با خاطر زیادتر استرس، سردردی اینا میبرن. کسی روی رفتگی باشه جوش میدن میخورن. از گلا داریم. برگبو میگن، گلای شیت است. گلای بیش از گلای بیر است. گلا زیاد است. هر کسی که دوست داره جوان باشه همیشه در سرسبزی و گل گیاه خود داخل بسازه. واقعا بهترین یک مسلک است، بهترین یک مسلک خوب است، محبوب است. هر دوستای علاقه با گل گیاه دارن از دکاندار گل میخرن، باید دکاندار بگن که باید در آفتابی یا سایگی. اگر سایگی در آفتاب بنن خراب میشه، اگر آفتاب در سایه هم بنن خراب میشه. دکاندار پرسن تشریف بده گلی چه وقت پیشون خراب نمیشه. برام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. خدا کنه خوب صحتمند سرحال باشین. باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و ما امروز دوستا در یکی از گلخانه های شهر کابل آمدیم و میخوایم که یک گزارش ویژه از گل براتون تقدیم بکنیم. و این فصل گل هست دوستا. بیشتر دوستای ما دوست داره که گل خریداری بکنن و هم امروز آمدیم تا گل ها را به تصویر بکشونیم، درباره هر کدومشون براتون معلومات بدیم. هر کدومش که خوشتون آمد میزنین که خریداری بکنین، نگهداری بکنین. برای تا آخر برنامه همراهی کنین دوستا. سلام، خوب هستین؟ قربانتان زنده باشید. تشکر که تشریف آورده، خبر ما دهقانا را گرفته. خیر و سلامت باشید. اول اینا یک معرفی بکو خودم و بینندگایتان و برادرایی که دوست دارتان و همگیشان سلام خاص دارم، خصوصا به رنجیده ملت مظلوم ما. بخیر و سلامت. دیگه به مسافرای ما که بر کشور که سلام خودت به تک تکشان تقدیم نمایم. یک تن گل فروش های شهر کابل، پروانه دوم. بسیار خوب. نامتان را بگین که دوستا باز بشناسید. اسم ما بسم الله زاده است. من ان شاء الله زیادتر مردم ها میشناسند. از این بخش بهترین یک مسلک خوبی که دارم در اجتماع، مرا زیادتر از این مسلک میشناسند و گل گیاز بهترین مسلک است. از مسلکم خوشم هستم. دیگر کسی که بخواهد که با گل گیاه نزدیک باشه پیر نمیشه. دیگه سنم 45 امسال شکر از خدا شده. رب لذت یک نواسگک منم 6 ماه پیش خدا برام هدیت داده. دیگه سند ما بزرگ است که مقصد جوان موندیم. کلش تاثیر از این گل گیاه و درخت ها زراعت ماست. چقدر وقت است که نمی کار خودت پیش میبری، کار میکنی در این بخش گل گیاه؟ بخش گل گیاه بیشتر از 25 سال میشه. یعنی تمام عمرت دیگه مصروف همین کار بودی؟ بسته عمر من مصروف اینم گل گیاه و سرسبزی کردیم. اصلا مسلک من میست و از چندین جای رام که ما کار کردیم، اما مستند کارهای ما بسیار ظریف زیبا بوده. باز بعدا درباره از یا قسم میکنیم. مگر ماشاءالله خودت گفتی 45 سال هستم، سنمو چهره‌تان ببینم فکر نمیکنیم که 30 و 32 بالا باشین. تمامش تاثیر همین گل گیاه است دیگه. همگی ازی تاثیراتش به گل گیاه است. هر کسی که دوست داره جوان باشه همیشه در سرسبزی و گل گیاه خود داخل بسازه. واقعا بهترین یک مسلک است، بهترین یک مسلک خوب است، محبوب است به روی انسان، به دماغ انسان، به حساب انسان، به جسم انسان. ما بهترین قوت توانایی را شکر دارم، چرا که دهقان پیشه همیشه با کار می باشه. همگی ورزش اینمی انرژی مصرف که انرژی بگیر. دوباره. باز اینجا دیگه خوب انرژی واقعا یک خوشبوی خاص داره می گلخانه نه؟ همون گپ است. ما آمدیم واقعا همین بوی بسیار خوش اومد. خوب است. خیا کار میکنیم میریم داخل
یک کمی در مورد می گلای دام صحبت بکو، بر دوستان بگو که چند نوع گل دارید این گلخانه؟ که ما گلخانه ما بگردم در نوعش از 120 نوع بالا میپره. مقصد هر نوع گلی که هر قدری که ما به شما توصیف کنم توصیف از این خلاص نمیشه. گل خب یک چیزی رو بسیار خاص ما به پیشنهاد دارم به مشتریای ما و به مردم کشورم، به کسی که گل گیاه را دوست داره، هر گلی رو که میخری همه قدر پولی رو که مصرف میکنه زیادتر توجهتان به آبداریش و به نگاه کردنش باشه. شما سعی کنید اگه 10 تا گل در خانه تان میشونه یک تا در بیرون اولیتان هم بشونه. خیر از وطن ماست، وطن خود باید ما دوست داشته باشیم. وطن خود که دوست داشتیم ما آباد میشیم، فامیل خود دوست می داشته باشیم. وقتی که وطن خود دوست نداشتیم ما خود دوست می داشته باشیم. دیگه خدا یک سال سرتاسری و آرامش آمده و بیخی تشویش‌های مردم خدا دفع کنه، دور کنه. به خاطر از اینکه ما مصروف کاروبار هستم، شما چینلتان وقتش کم است. دیگه سلام خاص به مردم خود دارم، سلام یک دهقان از دور جایی که در خارج هستی، هر جایی که هستی سلام پیام دارم براتان. تان برای جور سلامت سرحال باشه. با خیر و سلامت باشین. سلامت. خب بیا خیلی میریم داخل، چند تا از این گلایتون برای دوستان معرفی بکن. درسته؟ لیموی تاجیکی است. گلش هم بسیار عطر داره، همیشه گل می داشته باشه، خوب عطر داره. لیمو از کلان میکنه، زینتی سی به گلدانه، بسیار چیز خوب است. اونها گل گوشوارای صد برگ است، بسیار گل خوب است. گلایش که دیگه در فصل بهار بیشتر با سینا سرسبز میشه. زیاد میباشه، در زمستان باید جایش گرم باشه. اینا سینال است. این لیلی مجنون که میگنش دو رنگ دارن، لیلی مجنون سفید است، دو رنگ میکنن. ارتش در یک گلدان آمده دیگه، لیلی و مجنون. مرجان است. این گل آبان هم چیت میشه بسته؟ یا بگونیای هلندی است. بسیار گل بالا و خوب و مقبول است. این یا بیر است، بسیار بیرای بالا است. این رابر است. این بانسا است، بسیار چیز بالا زینتی است که هر دانه از یا 5000 قیمت داره. یا کلامی در چمن دیگه از اینا استفاده میشه؟ چمن نه، بس آلو نمانده میشه، بسیار یا چیزا خوب است. دیگه این از جاد نوا داره، اون گلای دیگه هست که به نام البرگ میگنش، این خوشبو میگن، این انگور گل میگن، این سو قندیل میگن، اون بانجامین است. خیلی گلای هست که میجاز معرفی کرده برم زیاد از وقت شما را میگیره. دیگه کدام گفتنی خاص نداره. با خیر سلامت باشین. سلامت باشین. که مردم ما کوشش کنه که گل گیاه خدا عادت بده. بسیار دوستم داره مردم ما، گل گیاه و درخت سرسبزی رو دوست دارن. یعنی نمونهش من خودم معصوم یک جوان کار شوق است دیگه. 32 مگر واقعیتش 45 سال. با خیر سلامت باشین استاد جان. تشکر از اینکه وقت داشتین. تشکر از شما که آمدید از ما دیدن کردید. تشکر. زنده باش قربان. سلامت باشین. وقت خوب خوش براتون. سلام، خوب هستین؟ سلام با شما خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر، سلامت باشین. اول میشه یک معرفی بکنی برای دوستا خودت؟ اموین فروتان هستم، یک تن از گل فروشای شهر کابل. بسیار خوب. استاد اموین، چقدر وقت است که این کار پیش میبریم، این کار گل و گلکاری و اینا را؟ تقریبا از خودم 18 سال میشه که این مسلک هم از کار. بسیار خوب. خیلی زیادتر وقت از عمرت مصروف همین کارا بودی؟ بله، مومن از ما دیگه میراث پدری است. بسیار خوب. این از پدر کلان نمی گلخانه داشتن کار میکردن، شما هم همین کار انجام بله بله، ما شغل و کسب کارم کلش گل است. بله. بسیار خوب. دوستا یک گپ دیگه هم هست، میگن که کسی که سر کارش با گل باشه هرگز پیر نمیشه، نه؟ واقعا چون به خاطر گل گیاه که است فضا را شفاف میسازه و روی روان انسان هم تازه نگاه میکنه. خود چند ساله هستی استاد؟
ما تقریبا دیگه شاید 31 32 باشه. 31 32. اما باز چهرهتان دوستا ببینن فکر نمیکنن 31 32 باشه. شاید تاثیر همین گل و اینا باشه دیگه تمام باشه. طبعا گل گیاه هست روی انسان ذهن انسان بسیار آرام نرمال نگاه میکنه. واقعا وقتی دوستا ما هم اومدیم به گلخانه یک احساس دیگه کردیم. فکر کردیم امیال به بهشت هستیم دیگه. بله. لوش جان شما که هر روز در بهشت هستین. خب استاد امین چقدر گل دارین خودتان در گلخانه‌تان؟ چند نوع گل موجود هست؟ فعلا بیش از 190 گل داریم موجود. بله. این 190 گل که است پس در تمام افغانستان شاید بیشتر از اینا باشه نه گل؟ بله بیش از 1090 گل فعلا در افغانستان داریم ماشاءالله. بله. شما 100 نویشه دارین. با قدر زیاد نخواد معلومات داشته باشیم در مورد گلا، میشه بر دوستا کم معلومات بتین در مورد می گلا هر کدامشان فصل داره از خود یا فرق نمیکنه اینا؟ فرقش دیگه است که باز گلا از موسمی است، گلای فصلی است، یعنی فصل بهار کار میشه، یک فصل است، دو فصل است، چهار فصل است. یعنی گلای دو فصله گفته میشه. سینال است. اون گلای چهار فصله است. اون گلای چهار فصله است. باز گلای سه فصله داریم. فصل دو فصله و سه فصله یعنی است که بیرون از اولی و داخل آپارتمان است. گلای چهار فصل که است و داخل آپارتمان است. یعنی نیمه آفتابی یا نور آفتاب باشه. کار میده به چهار فصل. گلای فصلی است که مکمل با آفتاب است، با 5 تا 6 ساعت آفتاب نیاز داره، بیرون از اولی دو سا کشت میکنن. در کوردینا است. اینا واسه اگر برش آفتاب نرسه خشک میشه دیگه. نه خیلی خشک هم نمیشه چون به گل نمیکنه. باز گل آهسته میریزه، کم گل میباشه. کم گل میباشن. یعنی دوستا در کنار اصلی که گل وقتی خریداری میکنیم باید در همون طریقه محافظت کردن و مراقبت کردن هم باید بدانیم، اگر نفهمیم دیگه باز گل از پیشمون خراب میشه. باز دوستام که علاقه دارن به گل گیاه یعنی به داخل خانه خود میبرن، میگه گل خراب میشه، از دکاندار پرسان کنن داره گل هفتوی است یا سایگی. اگر هفتوی بود بگذارنش به هفته، اگر سایگی بود وانش با سایج و گلشون خراب نمیشه، یعنی شوقشون از بین نمیره. واقعا بعضی از دوستا هستن خریداری میکنن. واقعا من یک زمان یک دو دانه گل خوشم اومد خریدم، او را باز یک هفته و نمیکشید، اون بود خراب شد. واسه چی میگفتن دکاندار در جان مزد گل خراب خدا داد. دکاندار هیچ وقت نمیخواد که مشتری خود دست بده گل خراب نمیته. دیگه زیادتر تاثیر خود کسای خریدار که است عمومی باشه، چون به خاطر پرسان نمیکنه. اگر پرسان کنه کل دکاندارا براش تشریح میده که گل سایگی یا هفتوی است، ابیش گلش خراب نمیشه. شما باز با مشتریاتون همین کارا میکنین دیگه؟ بله چون به خاطر که ما تقریبا در این پروانه 17 18 سال میشه که میشه دکاندارم هستیم. بله هیچ وقت ما مشتری خودش دروغ گفتن نمیتونیم. واقعا دوستا یک فایده دیگه گل هم فهمیدم از استاد امین، در کنار از اینکه جوان میسازیتون بسیار طبخش هم نگاهیتون میکنه. خیلی میریم تا آسایسته چند دانه گلای بسیار مقبول بر دوستای ما نشان بده. این گل کاغذی است که رنگ است، تقریبا بیش از 10 15 رنگ داره. گل مکمل هفتوی است که یعنی بیرون از آپارتمان نگهداری میشه، 600 700 هفته نیاز داره. آب کم دوستا گرزی دارند به داخل آپارتمان خود یعنی بیرون دولی خود. گل هفتوی است، آبش کم بتین، هر چی هفته زیاد داشته باشه گل زیاد میکنه. و زمستان باید یا از کرد بکشیش داخل اتاق بری، زمستان مقاومت نداره. یا زمستان اینا چه رقم باز هفته و بر از اینا نیاز هست نه روزانه 6 ساعت 7 ساعت. با زمستان اینا را چگونه محافظت باید در گلخانه باید باشه. بسیار خوب. دیگه اینی گلای آپارتمانی است، به نام کاج مطوق میگن. کاج مطوق به داخل آپارتمان یعنی کسایی که اگر هیچ آفتاب نداشته باشن، نور یعنی گروه های روشن داشته باشه کار میته برش. یا اصلی است استاد؟ بله طبیعی. هم مصنوعی معلوم میشه. فایده خاص از این است که آب و هوای خانه رو تصفیه میکنه و اکسیژن هم تولید میکنه. بسیار خوب. یگان گل است استاد وقتی در داخل خانه باین شمو بوی عطرش تمام خانه را میگیره نه؟ از گل هم باز شما دارید؟ بله داریم. قسمت گذشتیم به نام رادکرانی میگن، لیلا مجنون میگن. از گل هم داریم. هر کدام از گلا دیگه نامای خاص داره بر خودش. ما فقط دوستانم یک نامش میفهمیم که گل از هر کدامش پیش آمد باز میگیم برش گل. مالتای چنایی میگن تعظیمی است یعنی دو فصل بار میگیره. با داخل اتاق هم نگهداریش کردن بتونیم جایی که نگهداری کنیم پشت پنجره باشه، پشت پنجره آشدار ما که نور آفتاب باشه. براحتی میتونیم که از این نگهداری کنیم، هم از گلش لذت ببریم هم از دانش. بس مالتایش قابل خوردن هم است؟ بله تقریبا. خوب عطر خاص داره و مالتای زینتی هم داره. بسیار خوب. مالتا هم است، لیمو هم است و کمکات میگن از اون است، لیمو چاچکی میگن کلاندانه از اون است. بس اینا با آفتاب اینا ضرورت نداره. با آفتاب ضرورت داره. هر چی که آفتاب باشه خوب رشد خوب میکنه. اینا بیرون از آپارتمان باید مونده شود در ثانوی اینا بیشتر از این شود. بسیار خوب. اینجا چند گل مقبول دیگه هم است.
ببین آستا طرف از اینا هم داریم. ببینیم واقعا گل‌ها هر کدامشون دوستا زیبایی خاص خودش را داره. وقتی که داخل یک گلخانه میشی دیگه مو چشمت هم زیباییش میبره نیست. خب در مورد از گل‌ها اینا فکر میکنم اون گل‌ها یکسان هست با اونا. این با گل‌ها یکسان هست. بله. گل‌های متفاوت میشه خودت استاد بر ما معرفی بده. گلایی است که به نام روزمری میگن که بیش از 100 فواید خاص داره. با خاطر زیادتر استرس سردردی اینا میبرن کسایی روی رفتگی باشه جوش میدن میخورن. از اون گلا داریم. برگبو میگن گلای شیت است. گلای بیش از گلای بیر است. گلا زیاد است دیگه. واقعا ما تا حال دوستا فکر میکردیم تنها گل به خاطر اون تزیین است و به خاطر بویش نه فواید دیگه هم داره. مثلا میتونه نفس تنگی و اینا رو هم از بین ببره. پس با نفس تنگی برگبو میگن که از اون به شکل مساله جور میشه. مساله که بازار سودا میشه برگ است. از اون درخت ما داریم که با نفس تنگی است و سلفه بسیار شدید است. به اونها زیاد فایده داره. خوب است. اینا استاد گلخانه از خودتان است بیشتر از ما شما بلد هستین. اما گلایی که بسیار به نظر خودتان مقبول است اونها را میشه بر دوستا معرفی بکنین. دیگه خدا خانه ما گرده کنیم میذاریم. میریم ما تو گرده میتونیم دوستا ما را همراهی کنیم. این گل بانام چیت میشه استاد؟ این بانام یوسف یوسف میگن و دیگه شما که از گوشواره است. گل گوشواره است. این گوشواره که جور شده خانم‌ها میپوشن از این گل احوالش گرفته شده. بله بله. یعنی واسه گوشواره هم جور میکنین؟ یا ما تو ناک نامشه گوشواره مونده. واقعا بسیار مقبول هستی. میبینید فکس خود گوشواره است. خود گوشواره است. از این باز یگان تون میشه که خشک بکنه در گوشای خود بانه یا تنها نامشه گوشواره مونده. نه هم گوشواره است. بانام گل گوشواره است خوش نامشه. این گل اصل یوسف گفتین این گل است. دیگه کام بسیار یک دیزاین بسیار مقبول داره نه؟ از تقریبا بیش از 40-50 رنگ داره. نوعیتش فرق میکنه. برگاش و گل هم است به شکل دراز هم است برکلان هم داره. به نام گلبرگ یاد میشه. مشهور به این است که باز دوستا به نام گل چای میگن. چای خورک است. به چای سیاه و سبز میتون بخاطر چای میخوره این گلا. بله. اگر آب بندازی برش باز نقص میکنه. نه آب نقص نمیکنه. رنگ بخاطر چای سرد برش میتون که رنگش یعنی تیز کنه. رنگ سرخیش چای سیاه میتون رنگش تیز شه با سبزیش چای سبز میتون. چای سبز میتونه رنگش. باز در کنار اصلی که بخاطر تزیین استفاده میشه. مثل گلای دیگه باز کدام فایده هم داره؟ نه فایده خاص نداره. چیز بخاطر تزیینی است. بسیار خوب بسیار خوب. بریم خیلی استاد توی طرفتر بریم. دوستا واقعا هر گلی که اینجا هست یک زیبایی خاص داره دیگه هر کدامشون. استاد یک رقم گل را من دیده بودم یک زمان نمیفهم گل برشان بگویم چی بگویم کاکایم داشت بسیار خورترک بود سار مثل آلو آره ولی بسیار تند بود. بله. شما هم از گلا دارین؟ او مرچ است. مرچ است؟ بله. خب بسیار خوب. مرچ داریم. بس او بسیار واقعا من را یک نفر شرط زدم مرا گفت اگه مرچ خور است یک دانه از این بخور گفتم چی گفت آلوست گفتم چی به درد میخوره واقعا بسیار بستند است اون بسیار تیز است بخاطر داره این قسمت نشانتون. خب بسیار خوب. یعنی گلای تزیینی است که با داخل داله سیناف استفاده میشه به جایی که سالون باشه استفاده اینا میشه. اینا هم که بیشتر رشد میکنن دیگه. بله با فاصله باز رشد زیاد میکنه. از اینا صد باز چیز میشه بگیرم مثلا قلمه میشه بگیرم. بله عموما از چیز گل داریم یا به شکل بحثر تکثیر میشه یا به شکل قلمه. خب بسیار خوب. بله به تو گلا هم است مثلا نتونی از فقط اون یک بوته باشه و از بیشتر نه از چیزی که نباتاتی است یا به شکل بحثر است یا به شکل قلمه است. کم میشه معلومات بدید در مورد بستش برای دوستان که چه رقم است. بحثر متفاوت است فرق میکنه به شکل از اینکه بحثر بسیار با مشکل رشد میکنه ولی قلمه زودتر تکثیر میشه. ما به شکل قلمه است. این قسمت دانه که میبینید اینه. این دانه‌های خود کواس میکنه. دوستا ببینید این باز گلک یک گلک اینه رقم است. باز از این تخم پیدا میکنه. خب بسیار خوب. از این میتونید تخم باشه بگیریم. باز از تخمش که قلمه زودتر است. قلمه زودتر است. زودتر است میکنه. قلمه دیگه چی میگن مو نوجوان است تخمش کودک از تا کلان شود. تخم با قلمه فرق میکنه. تخم اگه کشت میکنی به خاطر که اندک آب کم زیاد شوه خاکش کم زیاد شوه سبز نمیکنه. قلمه شد 10 سانتی تا 15 سانتی کات میکنی قلمه میکنی تقریبا با 3 ماه باز نتیجه میده اینا. بسیار خوب بخیر سلامت باشین. واقعا دوستا گل ها خیلی زیاد هست دیگه هر قدری که بریم معرفی بکنیم تعریف توصیف بکنیم از گل ها خیلی کم است دیگه نه گل دام خدا همینجا زیاد داریم که به خاطر یک برگش اگه ما شما بس کنیم از صبح تا شام کم است هنوز. خوب است. استاد در مورد همین فواید گل ها گفتین بر دوستای ما نه اینا میشه کمکی در مورد همین نگهداری گل ها بگوین که چگونه میتونن به شکل درست اساسی از گل های خود محافظت بکنن دوستایی که گل دارن در خانه تا زودتر از پیششان خشک نشه از بین نره. خیلی کوتاه اگر یک
در قالب پیام براشون بگین چگونه اگر محافظت بکنن از گل خیر؟ محافظت گل بیشترم عرض کردم که هر دوستای علاقه با گل گیاه دارن از دکاندار گل میخرن باید دکاندار بگوین که در آفتابی یا سایگی. اگر سایگی در آفتاب بنن خراب میشه، اگر آفتاب در سایه هم بنن خراب میشه. دکاندار کارشون تشریح بده گلش وقت پیشون خراب نمیشه. یک دوم باز زیادتر گل از کسایی که میبرن خراب میشه با خاطر آبش است. در داخل اتاق باید آب زیاد نتن و آب کم هم نتن. بله هفته یک بار دو بار آب بتنش گلش خراب نمیشه. یعنی وقتی گل را خریداری میکنن باید از دکاندار پرسان بکنن که چگونه از این محافظت بکنیم، چقدر مثلا کود نیاز هست، چقدر آب نیاز است، چقدر باید آفتاب بدیم تا او گل از پیشون زودتر خراب نشه. ولی ما براتون بگیم گل خود زیاد است، نظر به گل اگر بس کنیم وقت زیاد میگیره. همین گپ خوبش کی است که از دکاندار که میگیرن باید بگن هفته‌ای سایگیش. این ما خرام که او پرسان کنن گل پیشون خراب نمیشه. بخیر و سلامت باشین استاد، تشکر از اینکه وقت گذاشتین برای ما معرفی کردین گلایتون. حالا در آخر اگر پیام حرف گفتنی بر دوستان داشته باشین کاملا در خدمت. پیام خاص ندارم، از دوستان همیشه خوش خرم باشن، مثل گل همیشه تر تازه باشن و دیگه شما زنده باشین. تشکر سلامت باشین، وقت خوش براتون بخیر، سلامت باشین. خب دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما، یک گزارش ویژه ما که از گلفروش‌های شهر کابل براتون تقدیم کردیم. امیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شما هم کانال یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین، گزینه زنگوله را فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شید و اگر همچنان پیشنهاد، نظریه و انتقاد دارین میتونین که پای کامنت بر ما بنویسید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.